یک در نظر بگیرین، ادامهش رو شما بگین. 1 1 بله. 2 2 بعد الان باز 3 رو بزنیم. 3 و 3. خب اینو باید بزنیم. این 3 رو بزنیم. این نقطه خورده شد میفته 86 همین لگ حرکت. این 86 این میفته اینجا. اینو بزنه تو تایم پایین تاییدی بده، یه شورت خوب این در واقع داره. تایم پایین میده. تو تایم پایین میده. یعنی یه همچین حالتی این داره، یعنی تا حرکتش کامل میکنه. این هم چارت طلا. شورت میگیریم تا حالا دیگه دستیم. آره دیگه ببینید این بالا رو اومد زد، اینجا تاییدیه بهمون بده، ما یه شورتی فعلا روش میگیریم. اولی مرحله تا اینجا میاد حرکت میکنه. تا اینجا باید حرکت کنه. حالا قشنگترش اینه که این بیاد اسپایک انتهای رو دیدین شارپ معمولا میزنه. بله. اسپایک انتهای رو بیاد بزنه، از اینجا ما تاییدیه بگیریم، بخوایم به سمت پایین بگیریمش. خب این از این. خدمت بگم که